به هنگام امن آسایش چنان به کار خدا پردازید که در روزگارانی بیم و وحشت می پردازید. بدانید که من مانند بهشت چیزی را ندیدم که جوینده آن به غفلت خفته باشد و مانند دوزخ چیزی را ندیدم که گریزنده از آن به جای گریختن و رهانیدن خویش به خواب راحت فرو رفته باشد. بدانید هر کس که از حق سود نجوید باطل به او زیان رساند و کسی که به هدایت استقامت نپذیرد ضلالت به هلاکتش کشاند. بر شما از دو چیز می ترسم که مبادا به دام آنها افتید. یکی در پی خواهش دل رفتن و دیگر آرزوی دراز باطل در سر پختن. در این جهان از همین جهان توشه برگیرید تا فردا در آن سرای خویشتن از عقوبت برهانید.